Планируется подписание ряда соглашений, где-то действительно около 6-7. در جریان سفر رئیس جمهور ولادیمیر پوتین قرار است 6 و یا 7 سازشنامه به امضا رسد که فراگیر مناسبات سمت‌های وسیع مناسبات ما می باشد. این سازشنامه ها مربوط به استفاده صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای، توریسم، ورزش و علاقه فیلدگری، یعنی خدمات خطکشانی دولتی که بر ارسال نامه‌های مخفی و دولتی مشغول است می باشند. بر زمین برنامه همکاری میان وزارت کارهای خارجه روسیه و تاجیکستان به امضا می رسد. امیدوارم ما با موافقه کردن اظهارات سران دو کشور پس از انجام سفر پوتین نائل می گردیم. در این اظهارات همه چیزها مشخصاً ذکر خواهند شد. Итогом визита. Там будет все рассказано и все будет изложено. А в сфере миграции, Игорь Семенович, будет ли какое-то соглашение? Вопросы миграции будут. در دوره این سفر و ملاقات‌های سطح عالی مسئله مهاجرت نیز بررسی خواهد شد، اما من حالا مشخصاً گفته نمی‌توانم که چگونه سازشنامه‌ها در این عرصه به امضا خواهد رسید.